بابا ما رو میبرد تو هر شهری میرفتیم ما رو میبرد بهترین هتل‌ها رو پیدا میکرد، لوکس ترین هتل‌ها رو پیدا میکرد، کنارش چادر می‌زدیم. چادر مال خودمون نبود، چادرها همسایه‌مون آقای عظیم‌پور میگرفتیم. این شبی مسافرت میومد آموزشی بسته نگاه کردنی چادر به بابام یاد میداد. مثلا میگه آقای ابراهیمی خوب دقت کن ببین باز کردنش که ساده است. زپ میباز دستنش یه ذره مهارت میخواد. ببین حالا میندازه پشت فنرش یه چرخ میزنی زیپش میکشی بسته میشه. یاد گرفتی؟ گفت یاد گرفتم و میخوای یه بار دیالا احتیاط بگو نه آقای ابراهیمی هیچ کاری نداره خیلی ساده است. یه خود میندازه پشت فنرش از این وری میچرخونیش به چپ به راست میاری اینور زیپش میکشی. یاد گرفتی؟ کو یه بار دیگه هم احتیاط بگو حالا محض احتیاط آقای عظیم‌پور به هر حال. آقای ابراهیمی ساده است خوب توجه کن. یه پا پشت فنر یه پا پشت فنر یه چرخ میزنی وارونش میکنی از این ورم و میگیریش بالا میچرخونیش میذاری زمین زیپ شمه این هر دفعه خودش داشت شانس میبره.